جناب علیزاده به نمایندگی از محصلین ما فرمودند که ما تحقیر می شدیم. برادرم، نور چشم من، تنها تو تحقیر نشدی، همه تحقیر شدند، هر کدام به نوعی، هر کدام توسط یک جابر و ظالمی. روزی که این بزرگواران را دیوانه خطاب می کردند که در مقابل امریکا جنگ کردن یعنی دیوانگی است، تحقیر می کردند. یک طرف لشکریانی که علمای کرام، حافظان قرآن، قاریان قرآن کریم و طلبه های مدرسه بود، و طرف دیگر لشکری از معتادان آخ شده پدر و مادر و کسانی که از خارج بر گرده های ملت تحمیل شده بود. این درد همه ما هست. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در خدمت بزرگواران هست. هدف اداره فقر زدایی است. جالب است که هفته پیش یکی از لشکریان شکست خورده امریکا اعلان کرد که این بار امارت با جبهات نظامی شکست نمیخوره، بلکه با لشکر گرسنه و فقیر امارت را شکست میده. سالیان سال امتحان خود را اینها داده. همون لشکریان فقیری که تاج تخت شما را به زمین انداخت، همون لشکریان فقیر هیچ مزیتی بر ملت فقیر خود نداره و در کنار ملت فقیر خود همگام و هم قدم حرکت میکنه و به سوی خودکفایی و استقلال قدم میزنه. و یکی از نمونه های از او همین نمایشگاه است که لله الحمد جوانان با احساس در اینجا حضور داره و جوانانی که دارای ایمان های قوی و دارای اراده های مستحکم برای خودکفایی و استقلال افغانستان قلب های پاکشان میتپه.